آی اول اسپرانکی رو میذارم. سلام بچه ها، خوش اومدیم با قسمت اول اسپرانکی. کلیک موف یا اول فصل قسمت دو. آره قسمت چند گفتم؟ یک. خوش اومدیم با قسمت دوم اسپرانکی. اما فکر کنم این فاز 8شه. بریم تست کنیم ببینیم چجوری هم. یا حضرت گری نگاه کنید. گری یا برای خودش گریه. گرو میگره. سر بعد اینترنت آپلود کنم، میخوام ببینم چه خبره. گری یه نیزه فرو کردن توی سرش. چی؟ گارنولد پدرشو در آوردن. قشنگ خیلی آدم کثیفی هستی. درن دیدان دودین چرا پیشن. این دختره منه، این پسر منه، فداش بشم یا این فانبات پدرش بالاخره در اومده. چه شده؟ ونریا چی شده؟ ونریا راست میگی. این چیه؟ آها بلکو ایده بلک چیزش نشده، فقط یکم خندون شده. میدونی؟ چی شد؟ چی شد؟ ونریا چه شکلیه؟ ونریا کو؟ اینه؟ نه این پینکیه. وای اینه پینکی واقعا دیگه پدرش در اومده. ماشاءالله همه پدرشون که در اومده. هر کی تا الان زنده بوده دیگه نتونسته زنده بمونه. بریم. خوشم نیومد ازت سایمون. ایلیا مصرفان هیچیش نشده بابا، فقط یکم وندا چاقو کرده تو قلب خودش. نه صدات بده. نخواستم. کیو بیاریم این دفعه؟ داشمون. سلام ایلیا. چیزه این اسمش چیه؟ ها درپل گردنش دراز شده، دهنش گشاد شده، خوشم خیلی زشت شده. ونریا چی شد؟ ونریا رو هنوز پیدا نکردم، نمیدونم کجاست. این ونریاست؟ نه ونریا فکر کنم پنجمی بود. ونریا پنجمی بود. آره پنجمی بود ایلیا. دست داد. ونریا از دهنش چشمش اومده بیرون. اینها از دهنش چشمش از دهنش رد شده. میدونی؟ چه صداش اینجوریه. مستر تیریه بیا. مستر تیری بود؟ مستر تیریو میدونم چجوریه. سیاهه، درخت خودش سیاهه، برگاشم قرمزه. چیزه ببین مستر تیری چوباش مشکیه، یه چشم شده، یه دهن خیلی مثل زیپ هم داره. چی؟ صدا چه شکلیه؟ صداش بارد شده. آره باحاله، میچسبه. بعد ببین قیافشم چوباش مشکی شده. خب برگاشم قرمز. خب خیلی منطقی برای همینی. این که این ونداست. آره این که پینکی پدرش در اومده. اورن ندیدم. اورن ببینیم. یا خدا اورنو هم اورن پدرش خیلی بد در اومده، هم پینکی. عکسشو برات میفرستم. ایلیا عکسشو برات فرستادم. اینا اون سمت چپیه اورنه، سمت راستیه پینکی. تو ایتا هم فرستادم. این کیه؟ این چیز بود، درپل بود.
خیلی هاشون رو هنوز تست نکردم. این کیه؟ ها این چیزه برونه. چرا صداش بده؟ نمیخوام بابا. اوه اورون یا اورن؟ چی؟ اورون؟ اورون یا اورن؟ اورن اسمشی. اورن چی شده؟ پینک. یه پینک. جر خورده ها. پینکی جر خورده ماشاءالله. پینکی جر خورده ایلیا. اورن که اصلا به سرنوشت ونریا فانتزی فکر کنم اینطور شده. این هم داشمونه. این هم داشمه. بریم ماد بعدی. بله کلیک موف. آه ایلیا فکر کنم همه دیگه اینجا پدرشون در اومده. خب اول از بلک شروع. بابا اول از بلک شروع میکنم. اول از بلک. بلک میگه لیزی چیه؟ نمیدونم. بابا دارم بازی میکنم خنگول. بله گره نصف صورتش نیست. صداشم فاز 10 رو ببین. بابا میخوام بازی کنم فهمیدی؟ میخوام ببینم چجوریه این یارو. خب اورن رو ببینم. اوه اورن اینکه فاز 5 نیست، این فاز 3 است. نخواستم باره و بازی چرت نخواستم. فاز 10 میتونی پیدا کنی؟ فاز 10 نیست ایلیا اینجا، ولی اگه بخوای فاز 9 هست. بچه هم از این ویدیو لذت کافی برده باشین. اگه اسپرانکی زیاد دوست دارین حتما توی کانال زیاد میذارم تا ویدیوهای دیگر. خداحافظ.